سرخط خبرها 4 گمانبری نو در پرونده کروکوس. گمانبران شهروندان روسیه می باشند. شروع از سال 2025 چرنگوریا مهاجران کاری را از تاجیکستان قبول می کند. شهروند تاجیکستان برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت یک هموطن خود در قزاقستان بازداشت و به کشور استرداد شد. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا انتخاب شد. امامعلی رحمان او را تبریک گفت و شهروندان تاجیکستان برای رعایت نکردن قانون تنظیم دوام 9 ماه نزدیک 8 میلیون سومانی جریمه شدند. درود بینندگان عزیز، در نشر نوبتی برنامه 97 روز از استودیوی ارتیجی مهمترین خبر و رویدادهای هفته اخیر تاجیکستان را منظور شما می‌گردانیم. ایدیبکی سعید هستم و شما را در این برنامه همراهی می‌کنم. در پرونده کروکوس 4 گمانبری نو پیدا شده است و همه آنها شهروندان روسیه می باشند. رسانه‌های روسی از آنها ساکنان اینگوشستان حسین میدوف، جبرائیل اوشев، خوش بگاودین علیев و باتور کولایев نام بردند. طور کامرسانت می نویسد این گروه به اجرا کنندگان حمله کروکوس سلاح اساساً اتومات کلاشنیکوف و تیردان دسترس کردند. این گمانبران با گردش غیرقانونی سلاح، مهمات جنگی و مواد ترکننده گمانبر می شوند. یادآور می شویم که در کروکوس سیتی حال مسکو شام 22 مارس سال 2024 حمله تروریستی صورت گرفت که در نتیجه 145 نفر به هلاکت رسیده 550 نفر جراحت برداشتند. شروع از سال 2025 چرنگوریا مهاجران کاری را از تاجیکستان قبول می کند. کار در ساختمان راهی ماشین پیشنهاد می شود و معاش وابسته به اختصاص از 1000 یورو شروع می گردد. خبر می دهد خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با نشر یک اعلان در فیسبوک گفته می شود کارفرما جای کار، خورد و خوراک، لباس کاری و کارت نقلیات را تامین می کند، ولی چپته و روادید یعنی ویزا را خود شهروند باید گیرد. آزمون برای انتخاب شهروندان کشور با اشتراک شرکت کارفرما ماه دکبر سال روان برگزار می‌گردد. شهروندان برای معلومات بیشتر می‌توانند به رقم‌های 225075 و 225021 زنگ زنند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کنند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و با آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات با کار تامین‌شوی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. یک شهروند تاجیکستان با گمان عمل‌های بداخلاقانه نسبت یک هموطن خود در شهر الماتای قزاقستان بازداشت و به کشور استرداد شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت شدن نصرت‌الله دولتوی 30 ساله ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی نام برد. او عمل‌های بداخلاقانه را نسبت یک جوان 26 ساله همین ناحیه انجام داده به نوار گرفته است و در شبکه‌های اجتماعی پهن نموده است. نسبت گمانبر شونده با ماده 334 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. این بند قانونگذاری جریمه به اندازه تا 200 نشان دهنده برای حساب تا 14400 سومانی جریمه یا محدود کردن از آزادی به مهلت تا 3 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال جزا مقرر کرده است. دونالد ترامپ پرزیدنت 47 ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. او 277 رأی انتخاب کنندگان را به دست آورد و رای خود را به کاخ سفید باز نمود. امامعلی رحمان دونالد ترامپ را برای بار دیگر انتخاب شدنش به مسند پرزیدنتی آمریکا تبریک گفت. پرزیدنت تاجیکستان در نامه تبریکی خود به دونالد ترامپ گفته است: ما به آینده مناسبت‌های دوستانه و شریکی گوناگون جبهه سودمند با ایالات متحده آمریکا دیدی نیک داریم.
дар тоҷикистон давоми 9 моҳи соли равон барои вайрон кардани қонуни танзим сокинони кишвар наздики 8 миллион сомонӣ ҷарима шуданд. ба риоя нагардидани талаботи қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи моддаи 481 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ 1142 парванда баррасӣ гардидааст. гуфта мешавад нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 ин нишон дод 642 ҳолат бештар аст. барои вайрон кардани талаботи қонуни танзим мувофиқи ислоҳҳои нав ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ки рӯзи 22 июни ҳамин сол нашр шуд, аз 8640 сомонӣ то 216000 сомонӣ ҷарима муқаррар шудааст. бинандагони азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз сомонаи мо ёртиҷаи ва саҳифаҳои он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.